و اصلا وقتی که یک کار شما خواستید و نشد، بگذار یک آدم سبب شد یا سبب نشد، او برای شما خیر است. برای چه الله تعالی شما رو در همین کار موفق نکرد؟ الله تعالی حکیم هست، ذات حکیم، یعنی حکمت داره. حکمت گذاشتن یک چیز در جای خودش. شما امروز نمیفهمید، لیکن بعد گذشت مدت میفهمید که الله تعالی شما رو بیهوده به همین کار موفق نکرد. اصلا اگر چه یک آدم سبب شد که شما ناامیدی آمد به سرتان، هر یک بلای و مصیبت و مشکلی را از گناه خود و از تقدیر نیکی و بدی دانید. و این چنین عکسش را هم هر نعمتی که به شما داده از الله دانید. و ما بكم من نعمت فمن الله. و هر نیکی که به شما رسید از الله است. لیکن اون بنده ای که سبب شد، بله، شکر او را هم به جا آوردن لازم است. در سنن ابو داود آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که لا یشکر الله من لم یشکر الناس. الله تعالی شکر الله تعالی رو اجرا کرده نمیتواند آن آدمی که شکر بنده ها رو اجرا نکرد. مثلا یک آدم شما رو در کوچه بودید، بیکار و بیخانه بودید، گرفت و جای کار تعیین کرد، خانه افتاد، دستگیری کرد به قدر امکان. ولی نیکیش قدر کنید، دعا کنید، جزاک الله خیرا گویید، دعا کنید، اگر چه مکافات داده توانید مکافات دهید یا وقتی. این یعنی که از جمله شکر گفتنی مخلوق است. الله برای شما داد، لیکن همین بنده را سبب کرد، شکر گویید. لیکن وقتی که یک بنده سبب شد برای اینکه به سرتان مصیبت آمد، حوالی به الله تعالی کنید، الله مخصوص در این زمانه، و به یک کار نیک اقدام کردن گیرید. الله تعالی خوشبخت کننده، رزق دهنده، بلا را دور کننده الله است. اگر تمام دنیا برای شما بدی خواهد و الله نخواهد و در تقدیرتان نوشته نشده باشد، آنها هیچی ضرر رسانیده نمیتوانند برای شما. اگر تمام مردم برای شما نیکی خواهد ولی الله تعالی آن را برای شما ننوشته باشد در تقدیرتان، او برای شما چیزی نمیرسد. بنابراین علاقه را با الله تعالی پیوست کنید. البته دعا میکنیم که الله تعالی مشکلی جمیع مسلمان های دنیا را، علل خصوص مردم گرسنه غزه و شخصیت هایی که به بلای آفات گرفتار شدند در تمام گوشه کنار دنیا، و مهاجران ما و زندانیان ما، تمام آنهایی که در بلا هستند، الله تعالی از این بلای و مشکلی ها هر چیز زودتر ما را رهایی دهد، آسانی دهد. الله تعالی در حفظ و حمایه اش نگاه دارد. به خانواده هر یکی شما، خانواده هر یک مهاجرها، ایمان و امان و سلامتی و خیر و برکات، فیض و رحمات خود را الله سبحانه و تعالی فراوان و ارزانی فرماید. ولی برادرای عزیز، دنیا از مصیبت خالی نیست، از مشکلی خالی نیست. من اشد الناس بلاء، یا رسول الله، از همه مردم پربلاترین کی است؟ گفتم که اشد الناس بلاء الانبیاء، پربلاترین مردم پیغمبران هستند. ثم الامثل فالامثل، سپس آنهایی که صالح ها هستند، یعنی بعد پیغمبرها، سپس بعد آنها، علی قدر دینهم، بین قدر دینشون. اگر در دین انسان صلابت باشد، زید فی بلائه، در بلایش زیاد کرده میشه. اگر در دینش سبوکی باشد، دینداریش اینقدر مستحکم باشه، عذابش کمتر کرده میشه. هر یک بنده مسلمان و کافر صاحب بلای و مصیبت و مشکلی هست. بنابراین این بلاها طبیعت دنیا هست برادر عزیز. یعنی امروز یک بلا میبیاد، فردا یک بلای دیگر میبیاد، هر روز یک مشکلی، یک مصیبت هست. و این اکن دیگه صبر میکنه. این طبیعت حیات دنیا است. حیاتی به مشقت، حیاتی به مصیبت، حیاتی به خواطری، حیات آرامی ابدی، این در بهشت است.